یو واتساپ گایز، چون شما من بخشیم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز دوباره میخوایم ماینکرافت بازی کنیم. ماینکرافت اگه قسمت قبلیشو ندیدید حتما برید نگاه کنید که ما یک تریدینگ هال ساختیم، ولی بعدش من تو آفلاین دیگه رفتم دیزاینش کردم، یکم خوشگلش کردم، چیزهایی که گفته بودم اونو دوباره درستش کردم و امروز میخوام بهتون نشونش بدم. بعد یه چند تا کار دیگه هم داریم. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو، حتما ویدیو رو لایک کنید و چینل رو که اگر ندارید حتما سابسکرایب کنید که یه حمایتی بشه واسه ما. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیومون. خب دوستان، همینطور که میبینید اینجا خونه ما بود که ما ساخته بودیمش و این جای صندوقه بود. اینجا رو هنوز تزیین نکردم، نمیدونم چی بذارم. فعلا یه تخت گذاشتم و اینکه این بالا رو هم یکم خوشگلش کردم. Oh my God! خب میخواستیم اول تریدینگ هول رو بسازیم، ولی فعلا تریدینگ هول بمونه. من این لباسای خودم و اینا رو تا بتونم انچنت میکنم. اینا رو الان چون انچنت دارند، مثلا این لباس من که خوب نیست، این فعلا خوبه، این خوبه و اینو میخوام فعلا انچنت کنم، ولی چون انچنت دارن باید اول تو این بذارم. این نمیدونم اسمش چیه، ریپره چیه همینه. بعد تو این که میذاری بعد اون چیاش میرن، انچنتاش میرن و الان دوباره میخوایم انچنتش کنیم. لباس لازولی من ندارم، اینایی که لازم داشتم و این که اینا رو از اون بلیجرایی که اونجا گذاشته بودم فعلا گرفتم که اینا همه به کار من میان و اینا رو هم بردارم. و این که لپس لازولی ندارم، برم پایین یکم بیارم. خب اینم از لپسی، اینا رو همه رو بردارم اونجا بذارم، خیلی بهتره چون اینجا دیگه من نمیام واسه انچنت. اینا رو اینجا میذارم فعلا، اینا بمونه. خب کجا بودیم؟ اینو بذاریم ببینیم چی میده. انبریکینگ 3 که خوبه میزنیم، فقط انبریکینگ ده. خب این چی میده؟ اینم انبریکینگ، ولی خدایش یکی دیگه هم بده خوبه. بعد پروتکشن 3 هم داد که خیلی عمالیه. و این که اینا رو باید اینجا بذارم، ولی هنوز یه لیول 34 داریم. ببینیم اینو چی میزنه، چون این خیلی لازممون میشه. خب بذاریمش اینجا و بعد بیایم اینجا و بذاریم ببینیم. افشنسی 4-5 چقدر هایوی، اینو میده که خیلی عالیه. بعد فورتون 3 داد. Blame that Graham. We're gonna do a deep dive on our guest Instagram, pull interest. انچنت خیلی خوبیه، بعد خیلی هم عالی شد. او مای گاد، او مای گاد. بعد چی داشتیم؟ ریسپریشن هم واسه کلاه تورنم میشه تو چی زد؟ این زره زد. مندینگ که دوباره درست بشه به پیککس هم فعلا میزنم که خیلی لازم میشه. ریسپریشن از کلاه بود. انبریکینگ این خورده بود، اینم فکر کنم خورده. انبریکینگ 2 داره ولی این 3 بهتره. این بذاریم اینجا. اینجوری 7 لیول میاد، بعد اینجوری که نمیاد. این کلاه فعلا بردارم، اینا رو با هم بزنم 3 لیول اومد. اینجوری کمتره. این کتاب رو با هم دیگه میچ میکنیم. الان 12 داد، اگه این جاشو عوض کنم ببینید 2 تا داد. اینجوری لیول ها رو ادجست کنید، ولی الان فعلا که 15 تا میده. من نداریم. باید یه ایکس پی فارم واسه خودم درست کنم، اونم میخواستم امروز درستش کنم. بعد اگه وقت شد انشالله درستش میکنه، اگه نشد که دفعه بعدی انشالله. خب این تریدینگ هول منه که اون موقع یکم فرق داشت، الان یکم اینا رو بزرگترش کردم. اگه نگاه کنید میریم پایین نگاهش میکنیم و بهتون نشونش میدم. و این لامپا رو هم من یکم تو آفلاین بازی کردم، اینا رو درستش کردم و نمای خوشگلتری اومد. بعد این مسیرشه. و اینجا یه چند تا چیز بود برداشتم بردم داخل خونه رو اینجوری تزیینش کردم. فعلا همینجوری بمونه، ببینیم چی میشه، بعد شاید بهترش هم کردیم. اینو من اینجوری عوضش کردم، دانش یکم خوشگلترش کردیم و یه تزیینی بهش دادیم. این دارو هم من بزرگتر کردم، اینجوری نماش بهتره. خب بریم داخل.
اینم از لایبرریان چه مرگونه. بعد این همون کتابایی که ازشون گرفته بودم، اینا رو راحت میتونم باشون ترید کنم، افیشنسی بگیرم واسه اینا. خب فعلا اینا که من هیچی نکردمشون به خاطر اینکه اینا رو فقط واسه امرال و بقیه چیزای مثلا این زره میده بهم و این یکی مثلا این طولای منو بهم میده. خب اینا رو همینجوری گذاشتم فعلا، بالا رو چیزی نذاشتم به خاطر اینکه میخوام ببینم چه تزیینی میشه کرد تا خوشگل ترش کنیم. الان چطوره؟ اگه خوبه حتما لایک کنید دیگه. خب من یه چیز دیگه میخواستم بهتون نشون بدم، اینه دفعه قبلی هم درستش کردیم، اینو که میزنم میره پایین. اونجا هنوز من زامبی نذاشتم، امروز میخوام زامبی بذاریم و زامبی که میخوره میاد بالا و درمانش میکنیم. این یه ویلیجر زامبی میشه و درمانش میکنیم. درمانش هم باید فکر کنم برم ندر، اونجا یه وسایل نیاز داشتیم اونجا بگیرمش. خب این کتابا رو هم من نذاشتم و اینکه اگه میخواید ببینید من اینجا چرا میکنم، به خاطر اینه که اینجا میخوام یه زامبی فعلا بیارم که بیاد اینجا بمونه. A few moments later. خب دوستان من نگاه کردم داخل خونه نیم تگ نداشته متاسفانه. فعلا اینو نمیخوام زامبی بیارم اینجا، اینو اینجوری میذارمش با اینا ترید میکنیم. امروز میخوایم ببینیم چیا بهمون میدن. اینکه این میخواد و بعد این میخواد و این میخواد و اینجا میام و این یکی ترید میکنم چون چوب زیاد دارین دفعه قبلی موندن واسه درست کردنی و الان میخوام با این ترید کنم. ولی چون این چیش فرق میکنه، مثلا الان من این استیکر رو دارم ولی این استیک نمیخره، بعد اینو عوضش کنم چون اینو گذاشتم نمیتونه بیاد جلو، اینو میشکنم. بعد این ردستون پایین گذاشته بودیم اینو میذارم، حالا با این استیکر دیگه امرال بهم میگه و اینجوری باش ترید میکنیم. خب چیزی که میخواستم بهتون بگم به خاطر اینه که این زیاد استیک میخواد، بعد اینم زیاد میخواد. اگه با زامبی اینو بخورونم این زامبی بشه بعد دوباره درمانش کنم اینا کمتر میشن، به خاطر همین فایده میشه امرال واسه من بیشتر میشه تا بخوام اینجا رو تزیین کنم با امرال بلوک چی همون. خب این بیشتر نمیخره فکر کنم تا این لول اومد. بعد بهم یک تیر کمان هم میده و تیر کمان خیلی لازمه، میخوام یکی بخرم باید. فعلا که چی نمیده. اینجا میخواستم این کتابه رو بخرم، مثلا این تورن رو همه اینا میخواد، یکی دوتا سه چهار تا باید بگیرم. خب این خیلی زیاد میخواد، اگه بخوام با زامبی اینو چی کنم دوباره درستش کنم کمتر ازم میخواد. اینم انبریکینگه که واسه همه نیاز داره، مثلا این میخواد، این میخواد این نمیخواد، این یکی میخواد. خب واسه زره هم لازم داریم، ببینیم اینا دارن. انبریکینگ سه این داره، این داره، این دو داره، یکی اینجا بعد این سه. خب الان کتاب ما نداریم، از اینو بخرم، دوتا بخرم، سه تا بخریم دیگه اون لولش هم بره بالاتر. اینا رو که من میخرم مثلا اینجوری میذارم بعد کتاب میشن. انفینیتی هم فکر کنم واسه بو خوبه، بو همون تیر کمانه. خب بریم سراغ این یکی که میخواستیم انبریکینگ بخریم، یکی واسه اون دوتا. خب امرال ما تموم شده فعلا، همینه کافیه. بعد بریم ببینیم اینا رو بذاریم رو وسایلمون، بعد یک XP فارم درست کنیم. امروز میخوام XP فارم درست کنم به خاطر این که میخوام لولم یکم بره بالا و اون لباسامو انچنت کنم. خب انبریکینگ رو این میخواد، لولم فکر کنم جان میشه رو اینم میخواد، سه تا لول برز. Eternity later.
خب دوستان واسه ساخت XP فارم باید تعداد زیادی سنگ جمع کنم، مثلا خیلی زیاد. پس میرم اینجا، من اینجا رو درست کردم، یه تورچ گذاشتم به خاطر اینش که این پایین یه غار خیلی بزرگیه. من رفته بودم یه نگاهی انداختم که خیلی خوب بود، میخوام اینجا رو مثلا تزیینش کنم، درستش کنم واسه این که برم پایین. اینجا مثلا معدن منه. خب اینا رو فعلا میذارم کنار. خب الان فقط درستش میکنم ولی تزیینش رو بعدا میکنم، چون میخوام بریم سنگ جمع کنیم. 1 2 3 4. اخ خب شب من اینجا کاری ندارم، برم اینجا سنگ جمع کنم واسه بهتره، چون به سنگ نیاز داریم. فعلا بکن از اینجا، اینجا بذاری اینجا تا زامبی نیاد. اینجا من دارم سنگ جمع میکنم، زامبی بیاد غافل گیرم کنه. خب فکر کنم از اینجا بکنم یا نه برم پایین تر. از اینجا میکنیم دیگه، واسه خودمون یه جا درست میکنیم که مثلا اینجا جایمونه که سنگ بکنیم، معدن سنگ باشه واسه. یه زامبی هم قرقر میکنه، این خیلی زمان میبره ولی اینجا یه جا واسه باز شد. یه زامبی هم اینجاست. فعلا میخوام اینجا تا اینجا رو تورچ بذارم و برتم بذارم تا زامبی غافل گیرمون نکنه. خب اینو میدیم ببینم تو چه لولی هستم. مثلا من الان لول 51م، میتونم پایین تر برم به خاطر اینکه شاید یه چیزای بهترم پیدا کردم. 12 seconds later. خب دوستان بعد از چند ساعت بعد الان من این چیه رو جمع کردم، اینجا رو همه رو کندم قشنگ درست کردم و اینا رو درست کردم به خاطر اینکه چیزا رو نیاز ندارم. فعلا اینجا رو خالی گذاشتم به خاطر اینکه بعدا میخوام اینا رو جمع کنم بیارم اینجا تو اپلاین اگه بخواستم بازی کنم. خب الان اینجا واسه اینجا راپله هم درست میکنیم، ولی فعلا باید کارهای دیگه هم انجام بدیم. مهمون جدیدمون که اگه به چشاش نگاه کنم وای به حالم. آره اینجا خوبه دیگه، چون داخل آب اسپان نمیشن، بعد اینجا اسپان میشن بهتره. خب باید چیزای درست کنم برم اینجا، میام انشالله میبینیم. خب دوستان وسایل رو جمع کردم، یه چند تا ایران هم موند واسم. اینا رو بذاریم و شروع کنیم واسه ساخت XP فارممون. اینا رو برمیداریم. 2 تا باکت درست کردم به خاطر اینکه یه آب دیگه هم نیاز داریم. خب آب هم فعلا از اینجا بردارم و برم بالا. خب این هوپر چه مرگی، اینا رو اینجوری میذارم بعد اسلب درست میکنم، ولی اینا رو اگه من اسمیلت میکردم خیلی خوشگلتر میبودن. فعلا به خوشگلی کاری نداریم، میخواییم کارمون را بیفته. خب این 2 تا روی این میذارم، بعد شروع میکنم دیواره ها رو مثلا بالا. خب اینا رو مثلا 2 تا نمیشه، گوشی ها رو میکنم که زیاد بهشون نیازی ندارم. خب الان من میخوام از اینجا شروع کنم 22 تا برم بالا. خب اینو به خاطر این گذاشتم تا دومی که اومد اینجا خالی بمونه. اگه میپرسی واسه چی، به خاطر این که مثلا اینجا انمی میان، ولی فکر کنم اشتباه دادم. اینا رو برداریم اینجا بذاریم، چون انمی از بالا که میان پایین تو چشای شما نگاه نکن، بهتون حمله نکن. مثلا کریپر اگه بیاد بهتره که این همش خراب میشه. خب اینجوری میتونید راحت اونا رو بزنید. حالا درستش میکنم انشالله میبینید شما. خب اینجا تورچ گذاشتم تا کسی اسپون نشه.
یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا. خب الان این شد 22 تا. این خیلی بالاست. من تا اینو کامل کنم بعد انشالله بقیه رو بهتون میگم. خب دوستان اینم از این. الان میخوام اینا رو 8 تا برم این ور. یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا 8 تا اینجا میذارم و اینو بعدا بهتون میگم چرا. خب اینا رو بذارم. خب دوستان این که کامل شد بعد این کناره هاشو اینجا مثلا دوتا پر میکنه. اینا رو اینجا بردارم. اینا رو هم اینجوری پر میکنیم چون اینجا آب میریزیم و میخوایم آب تا اون وسط بره. خب اینجا دوتا آب واسه همین آوردیم اینجا بریزیم ولی فعلا نمیخوام اینجا رو بریزم و من تمپرری بلوک نیاوردم. اینجا آب جا درست میکنیم واسه اینکه این آبمون بیشتر بشه. خب یکی اینجا میریزیم و یکی اینجا. الان این کناره رو همشو باید پر کنم. مثلا یکی اینجا میذارم اینجا. این زامبی که اسپون اینجا درست میکنه اسپون میشه میاد اینجا و آب میبرتش پایین. خب اینا رو هم کامل کنم یه چند ساعتی ببینید. خب این آبو که ریختم الان شب شده میخوام برم بخوابم و فردا دوباره درستش کنم ولی پیش جای خواب من زامبی است. یه آب باید اینجا بذارم که دوباره بتونم بیام بالا. میتونم بپرم تو آب ولی واسه این که بیام بالا به این آب نیاز دارم. خب اینجا میپری رو زامبیه افتاده. خب بریم بالا. به این زامبیه فعلا نیاز نداریم اگه دنبالمون نباشن که هستن. چرا آتیش میره؟ بگه کسافت ولکنمون نیست. بمیری با این همه تورچ زدم اینجا زامبی نیاد با زامبی اومده. خب اینم از این تیرکمانش چی بود؟ آتشین بود به خاطر همین. و خوش شما رو من چکارش کنم میرم بالا. فکر کنم سنگا کم بیان ولی بازم ببینیم. من میخواستم یه مثلا چند پله‌ای درست کنم ولی ببینیم شاید هم یه پله رو درست کنیم با این سنگا بقیه‌شو بعداً میبینیم. اینجا رو که درست کردیم بعد اینجا رو فیل میکنیم. فیل چیه؟ یعنی کاملش میکنیم. من اینو همشو کامل کنم یه 10 دقیقه یا 20 دقیقه بعداً میبینید دیگه. خب دوستان اینجا رو که کامل کردیم من این ترپدورا زیاد آوردم به خاطر اینکه میخواستم چند پله‌ای کنم ولی فکر کنم این چیای ما سنگای ما تموم بشن. خب فعلا همین یک طبقه رو بریم. مثلا اینجا یه گوشه میذاریم دوتا ول میکنیم یکی دیگه بعد این دوتا رو ول میکنیم یکی دیگه. خب اینجا دوتا بعد این به خاطر این که اینجا نمیخوایم چی اسپون بشه اون چیه عنکبوت اسپون بشه چون عنکبوت این دهانه رو میگیره بعد زامبی کم کم میان پایین. اینجوری زامبی بیشتر میاد به خاطر همین این طرفدوره رو حتما باید بزنید. خب بریم اینا رو درستش کنم و این که یه چیز دیگه هم هست. این طرفدوره رو مثلا باید به این صورت اینجا هم بزنید بعد این طرف هم باید طرفدور بزنید. به خاطر این طرفدور دیگه زیاد لازم داره و اینا رو باز میکنیم به خاطر این که زامبی فکر میکنه اینجا راه هست میره پایین و بعد اون با آب میاره پایین. خب اینا رو همه رو من درست کنم بعد دوباره انشالله میبینم. خب اینم از این. اینا رو که کامل کردیم بعد این کناره شد دوتا میریم بالا مثل یکی دوتا اینجوری من این همه بغلش رو پر کنم و فکر کنم سنگام دیگه تموم بشن.
حالا ببینیم چی میشه. فعلا اینا رو پر کنیم. خب دوستان سنگم تموم شد. این که الان زیاد سنگ میخواد. من برم اونجا یه چند تا سنگ بردارم، بعد دوباره میام اینو درستش میکنم. یه آبم اینجا میذارم تا بعدن که اومدم اینجا راهم بهتر بشه. خب فکر کنم زیاد طول میکشه چون میخوام زیاد سنگ جمع کنم. به خاطر همین فعلا اینو بذارم پایین. من برم تا سنگ جمع کنم بیام، شما یه پیام بازرگانی ببینید. خب دوستان این که دیوارش کامل شد، بعد این سقفشو میگیریم، دو تا ول میکنیم، این سومی رو همشو کامل میکنیم. خب اینم خیلی زمان میبره، من اینو درستش کنم و میبینم. 6.5 hours later. خب دوستان اینو که کامل کردیم، الان میخوام رو با اینجاش مثلا تورچ بذارم چون نمیخوام اینجا زامبی اسپون بشه. اینجا یه چند تا تورچ میذارم، ولی من فکر کنم خیلی زیاد گذاشتم. این قدم نذارید، ولی چون تورچ ما زیاد درست کرده بودم میذارم اینجا که اینجا مثلا زامبی اسپون نشه، داخل این جعبه اسپون بشن. او فکر کنم از اینجا بپرم. یو زرق. خب اینم از این میریم ببینیم تستش کنیم چطوریه، درسته یا که نه. ولی برای تستش باید ما منتظر بمونم یه چند دقیقه، چند ساعتی اینجا منتظر میمونم تا زامبیا اسپون بشن. خب ببینیم تستش کنیم چطوریه. یکی افتاد، یکی ریپر افتاد. خب از اون بالا که میفته اکسپیش چیش کم میشه، خونش بعد با یکی ضربه میمیره. خب ببینیم دیگه چی میاد. خدایش ببینید این تریدینگ هالمون چطور خوشگل در اومده. بعد این راه درست کردم، اون پولم اونجاست. به خاطر اینا دیگه حتما لایک بدید دیگه. ببینید خیلی تمیز اومده. و این یکی که خیلی بالاست. بعد اینجا هم تورچ بذارید به خاطر اینکه اگه زامبی اینجا اسپون بشن اون بالا اسپون نمیشن. اینجا رو تورچ بذارم، تورچ من زیاد دارم اینجاست. رو بذاریم تا زامبی بیاد اونجا، یه نمای دورتری هم بهتون نشونش بدم. بعد اینجا رو هم میخوام تو آفلاین مثلا من بازی میکنم، میخوام اینجا رو درستش کنم. و اینکه تو آفلاین وقت زیادی دارم، تو استریم هم میشه ولی زیاد وقت میبره. میخوام اونا رو خودم درستش کنم و دفعه بعدی انشالله بهتون نشونش میدم. و اینو فعلا من یک پلش کردم، ولی تو آفلاین میخوام یه 5-6 پلش کنم تا بهتر اسپون بشن، زودتر بیان زامبی اینجا بیشتر بیاد و لولم بره بالا. این چیای خودم رو میخوام، لباسای خودم رو انچنت کنم. خب فعلا که زامبی نمیاد واسه چی. فکر کنم تو آب مثلا زامبی اسپون نمیشه، من اینجا درستش کردم. خب چیکار کنیم؟ باید جاش عوض کنیم یا پایین و سنگ گذاری کنیم؟ اونجا هم خوبه ولی فعلا اینجا درستش کردم. اگه بخوام دوباره درست کنم بعد تو آفلاین اون طرف بذارمش. ببینیم چی میشه. فعلا کم میاد ولی بعض هم این چیزیه که درستش کردم و انشالله تستش هم میکنم. بالاخره بعد از ساله یه چی اومده اسمش دوستمانی اومده. خب بمونیم ببین چند تا میاد. شما اینم هم میتونید انجام بدید، مثلا اینجا یه خونه درست کنید. اینم از خونه. مثلا وقتی که آفلاین هستید داخل این بمونید، ولی باید درد درست کنید که زودتر بشکنه، نه بسنید. کنارهش تورچ میذارم
میرم داخلش، بعد اینجا رو میگیرم دیگه. زامبی به این حمله نمیکنه، منم آفلاین نیستم، اینجا راحت میتونن زامبی اسپون بشن، بعد بیشتر میتونید بکشید. فعلا من اینجا منتظر بمونم ببینم چی میشه. Tomorrow for sure. خب دوستان، همونطور که از صداشون معلومه من زیاد منتظر موندم. الانم روز شده، نمیدونم چقدره. اینجا زامبی خیلی اسپون شده. الان لولم 14 با صداشون که خیلی زیاد. بکشمش ببینم چقدر میشه. خب لولم تا 20 اومد. خب خوبه که بدک نیست بعد، ولی زیاد منتظر بمونید. مثلا یه خونه اینجوری درست کنید اینجا منتظر بمونید، بعد بیشتر هم اسپون میشه. ولی اگه مثلا چند طبقهش کنم اونجوری که خیلی هم بهتره. فعلا این که لباس ارژانتین تنشه. لیونل مسی اومده پیش من اینجا رو. برو بمیر. اینم از اینم از این نمای کلیش. ممنون تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. حتما ویدیو رو لایک کنید و چینل رو اگه ندارید حتما سابسکرایب کنید. خب من اینا رو درستش کنم تو ویدیو بعدی انشالله شما میبینید. خب تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون. به قول ما بلوچه واشین.